ассалому алайкум ҳамсаҳбони азизинда саломату хомода сарбаланд бошед. Як кас як комментари дароз нависааст ки дар бораи ҷанги Тоҷикистон занҳоро таҷовуз карданд. Якта зан мегӯяд 57 сола сигаркашу винохӯру вай фоҳиша шудааст, бероҳашт аст. 57 сол, ман 54 сола. ман ҷавоби кӯтоҳ ба ин бародар аст, хоҳар аст, намедонам ки аст, додани ҳастам ки агар шумо ба худованд имон дошта бошед, ба тақдире ки неки бадӣ агар имон дошта бошед, пас бидонед ки тақдири инсонӣ аст. ин аз сари инсон чӣ ки бошад мегзарад. дар сураи ёсин дар ояти охираш мефаҳмад ки худованд чизе ки хоҳад ки шавад, пас амр мекунад ки шавад, пас мешавад. ба амри аллоҳ таоло СССР пайдо шуд ва СССР аз байн рафт. ин давлати абарқудрате буд ки ҳеҷ кас бовар надошт ки СССР аз байн меравад. با امر خداوند پیدا شد و با امر خداوند از بین رفت و با امر خداوند جنگ شده و صلح شده، همه چی با خواست خداوند میشه. اینجا هیچ کس رو نباید که بگه که چرا این خیر شد، چرا این خیر نمیشد. من به شما گفتم آیا در که چرا این خیر کردن، من گفتم تقدیر، از تقدیر راه گریز نیست. آنچه که در تقدیر است ما از اون گریخته نمیتوانیم. پیغمبرمون و الله تعالی بودن انتخاب کرده خداوند بودن، آنها در امتحان بودن. ما کی هستیم که ما امتحان نمیشیم؟ امتحان خداوند بود به سر من آمد. من در یگان جا نگفتم، من نمیگم که چرا این خیل کردم، برای چی این کارو کردم. خداوند خواست شد و باید میشد شد. هم هست در حدیث پیغمبر صلی الله علیه و آله است که نگوید که این خیل میکردم این خیل میشد، این خیل میکردم این خیل میشد، در پای شیطان کشیده میشد. برای من به شما جواب دادم در زبان عربی از است که خیر کلام ما قل و دل. بهترین سخن است که کم باشد کوتاه باشد. برای شما چنین جواب دادنی است که ما من بعد از تاجیکستان برگشتم آمدم که پس انیمی 11 سال پیش فهمیدم که یورچکو وفچیک است تاجیکستان. من درباره یورچکو وفچیک من معلومات نداشتم. لیکن من یورچکو وفچیک فهمیدم، گفتم این جنگ بین یورچکو وفچیک است. لیکن اویله‌مو یگان این چی نبودن. اویله‌مو پدر من کارگری عادی، مادرم کارگری عادی. پدر من از دنیا قرآن خوانده رفتگیان. من دوملو بودم، یگان اولادی گذشتگی من پدرم نبود. یک طرف مادرم مادریش همش چی گذشتگیان. دانشمند گذشتگی. من دانش شما میگم که لیکن این گپا رو من فهمیدم 10 سال پیش فهمیدم که یورچکو چی بود است. جنگ ایرانی همون شده. برای که من فقط فکرم به کتابخوانی بود که میخوندم و شب خوندم، من نمیدونستم که این جنگ برای چی است. لیکن من هیچ گاه سوال ندیدم، من نمی‌دونم که چرا با من همین گونه شد. تقدیر در تقدیرم بوده شدم، از تقدیر گریز نیست. توکل به الله تعالی زندگی میکنیم. خب من اگر که مثلا که از یگان گروه میبودم، مثلا با گفتم مثلا برای نویسنده بود، من به تاجیکستان آمدگیم در وقت جنگ تاجیکستان که 96 سال من به کانیکول آمده بودم تعطیل زمستانه از سودان. 96 سال من از وقتی که از مسکو آمدم در چیز وقتی سمالیت ما در فرودگاه ایلچنبه نشست، سلاح دار آمدم تا که زنها برآیند و مردها نشینند. ما زنها برآمدیم، من سطر داشتم، سطر رومالی سفید داشتم، حاجی میپوشن که رومالی سفید داشتم بسرم، محکم بود، خیلی محکم پوشیده بودم. زنها گذاریدن، مردها ایستادن. بعد 96 با وقت سفر کردن برگشتن در اومدم با مسکو و رفتم به جای درسم. 97 سال اومدم این چونین تاجیکستان. بله 98 اومدم تاجیکستان. ما در تعطیل ها می اومدیم. من نه گریزه بودم، نه یگان چی میگن، نه یگان خوش بودم، من نه کم سمول بودم، نه یگان حزب. من پرنده آزاد گوجه که خواهم طرف پرواز کلا گشته رفتم میگیرم. من در یگان حزب خوش نبودم. اینو به گوش گیرید که من در یگان نه حزب کمونیستی نه حزب چی میگنش، نه حضرت میگن چی میگن، نامش نمیدونم چه. در یگان حزب من خوش نبودم. من پرنده آزاد نبودم. در یگان حزب نه اسلامی نه غیر اسلامی. من پرنده آزادگیری خواهم طرف پرواز میکنم. من پدر مادر از کودکی پرواز کرده، با سمالت پلیس سفر کرده گشتن و حاضی هم سفر کرده. ان شاء الله با رحمت خداوند گوجه که در کو باشه با رحمت خداوند سفر میکنم. برای همین از گمانی بد نکنید نسبت من یگان گمانی بد نکنید. من تازه هم گفت تاجیکا که پشتی یگان جای من تر نیست. میگن که تاجیکا جاش تره، من قوقم انجا ان شاء الله. این چی میگن که مثلا تاجیکا است که لایتر در دیوار قوق نمیچسبد. من یگان چی نیستم، تازه هم از همه چی ان شاء الله. الان که ما در سودان خواندگی و دیپلم ما هم در تاجیکستان در همه بیش SSR حاضی هم قبول است دیپلم سودان. برای اینکه همین سودان کشور سودان با کشور SSR سال 1967 چی بستگی بودن، شرطنامه بسته بودن برای چی میگن به نظر گرفتن دیپلم سودان رو در SSR و دیپلم SSR رو در سودان. اون قانون تو حاضی هم چی است در عمل است، عمل میکند. برای دیپلم من دیپلم میگم و
دنیوی دولتی است. من یگان چی میگم، از او یگان چی نبودم، آخه از او یگان چی نبودم، آزاد به هراس به ترس زندگیم رو برده ایستادم. برای گمان نکنید نسبت من، از من نترسید، از من گمانی بد نکنید که انسان چگونه است، یگان عیب داشته است که این رو تجاوز کرده است. نه، در تقدیرم بود شد، از تقدیر رو گریز نیست، در تقدیر من بود که من تجاوز میشدم، شدم، هیچ غم نه. زندگی با اون به آخر نرسید کو، نشکستم، نریختم کو، زندگی به پیش حرکت و پیش کرده ایستادم. انا جواب من به همون کامنتری، همون کسی که نوشته است که شما رو برای چی وای کردن، چی کردن، برای هیچ چی، برای تقدیر. در تقدیرم بود شدم. خیلی در تقدیر ما برادرم بود که شهید میشه، به شهادتی رسید. در تقدیر، از تقدیر روی گریز نیست. مرگ میموریم، از مرگ میگریزیم که نه من مردن نمیخوام میگیم نه، تقدیر مردن تقدیر است، میموریم میریم. با دنیا آمدن با خود خدا میآییم، با از دنیا با خود خدا میریم. هر چی که شد میگیم که خداوند خاص شد. آفتی که به سر انسان آمد میگیم که این لله و این الیه راجعون، میگیم به خاطر خداوند زندگی میکنم، به خاطر اولاد و واسه خداوند بازگشت و واسه خداوند است. خب این جواب من به همین انسان بود که گمان نکنید، غیر این کسی که ما تماشا میکنه رو گمانی بد نکنید، اصلا گمان ها وای کنید، شبهه نکنید. من انسانی تازه از همه چی میگن گناه های زمین آسمانی ان شاء الله. بله، не ندارم از شما. подписаться, лайк, چی میگن، поделиться, комментарий و چی داره؟ چی داره؟ комментарий, поделиться, подписаться. فراموش نکنید. ای چی میگن، تماشا کردن و کامنتاری نوشتن. خب انا میگم همتون عزیز، من به خودم به شما همه تاریخم رو گفتم که اویله من چگونه بود. برای همین هیچ شبهه نکنید که برای چی ما رو این کنن. این تقدیر نصیبمون است، تقدیر گریز نیست. ندارم. دانشمندان رو قدردانی کنید، به قدری نکنید. خب